سکته زمانی رخ می‌دهد که جریان خون در مغز دچار گرفتگی شود. بعد از گذشت چند دقیقه، سلول‌های مغزی شروع به مردن می‌کنند. آناتومی و فیزیولوژی طبیعی. به طور معمول، مغز از طریق دو سرخرگ اصلی خون پر اکسیژن دریافت می‌کند. این سرخرگ‌ها در بافت مغز منتشر می‌شوند و به طور مداوم به مغز اکسیژن و گلوکوز می‌رسانند که برای عملکرد مغز این دو مولکول لازم و ضروری هستند. سکته حاصل از خونریزی. در خلال این نوع سکته، یک خونریزی غیر طبیعی جریان خون مغزی